वतनम ای وطنم ای وطنم عشق تو در دل و در صورت و در جان و تنم تاجیکستان وطنم ای وطنم ای وطنم عشق تو در دل و در صورت و در جان و تنم بستر و بالینم من سبز و سنگیت کنم زیخت و خاری تو دوزم وطنم پیرهنم بستر و بالینم من سبز و سنگیت کنم زیخت و خاری تو دوزم وطنم پیرهنم خاری تو را دستی ستمگاری رفتی دستی نپاکی برا گیرم و از شانه کنم در تن خاری تو را دستی ستمگاری رفتی دستی نپاکی برا گیرم و از شانه کنم بدم شادی تو تا بسم سر بکشم روزی آزار و غمم تو بچشد از زنم بدم شادی تو تا بسم سر بکشم روزی آزار و غمم تو بچشد از زنم تاجیکستان وطنم ای وطنم ای وطنم عشق تو در دل و در صورت و در جان وطنم تاجیکستان وطنم ای وطنم ای وطنم عشق تو در دل و در صورت و در جان وطنم چیزی خود شکسته دم نزنم در دلم مهری تو چون در کف من سموزر است مرزی به چیزی خود شکسته دم نزنم شکوشان روزی دیپایم به شهادت برسم تو بدوزی پری لاله سرخت بکنم شکوشان روزی دیپایم به شهادت برسم تو بدوزی پری لاله سرخت بکنم تاجیکستان وطنم ای وطنم ای وطنم عشق تو در دل و در صورت و در جان تنم تاجیکستان وطنم ای وطنم ای وطنم عشق تو در دل و در صورت و در جان تنم بستر و بالینم من سبز و سنگیت کنم زیخت و خاری تو روزم وطنم پیرهنم بستر و بالینم من سبز و سنگیت کنم زیخت و خاری تو روزم وطنم پیرهنم
تو خاری تو دوزم وطنم پیرهنم روزی آزار غمت خو میچپد از دهنم تاجیکستان وطنم ای وطنم ای وطنم عشق تو در دل و در صورت و در جان تنم تاجیکستان وطنم ای وطنم ای وطنم عشق تو در دل و در صورت و در جان تنم چیزی خود شکسته دم نزنم در دلم مهری تو چون در کف من سیموزار است مازی به چیزی خود شکسته دم نزنم چی خوشا روزی دفاعیت به شهادت میرسم تو بدوزی زیپری لاله ای سرخت کفنم چی خوشا روزی دفاعیت به شهادت میرسم تو بدوزی زیپری لاله ای سرخت کفنم تاجیکستان وطنم ای وطنم ای وطنم عشق تو در دل و در صورت و در جان تنم تاجیکستان وطنم ای وطنم ای وطنم عشق تو در دل و در صورت و در جان تنم بستر و بالینم سبز و سنگین کنم زیخت و خاری تو دوزم وطنم پیرهنم بستر و بالینم سبز و سلام دوستان، همه ما و شما پس از آن که از کار برمیگردیم میخواهیم که یگام فیلم باشد، یگام ویدیو باشد که کمی عصبهای ما را آرام کند. امروز من میخواهم به شما چون این کانال را توصیه نمایم. این کانال خزینه معرفت است. به نهایت ویدیوهای خوب دارد، چگونه که از نامش معلوم است خزینه معرفت. این کانال در حقیقت خزینه است. وقتی که من ویدیوهای این برادر را تماشا میکنم اشک از چشمم جاری می شود. برای یافتن این کانال می درویم به یوتیوب. در پایسکایک می نویسیم خزینه معرفت، پایست میکنیم. در اینجا نشان میدهد خزینه معرفت. به کانالش می درویم. فراموش نکنید حتما برای دستگیری این برادر در کانالش پادپисаться میکنیم. با